بند 27 میگوید به این که این توافقنامه در مورد هیچ کشور دیگری به کار نخواهد رفت، به هیچ رو جز به اصطلاح حقوق بین المللی نخواهد آمد. هرگز مسابقه حقوقی برای هیچ کشوری نخواهد شد. اینقدر این توافق وین اسارت آور است که این ناچار شده به بقیه دنیا تضمین بده، خصوصا اول همه اسرائیل دیگه. بله. که چون این توافق نامه پایه و سابقه نمی شود برای یک کشور دیگه. اگر ایران شکایت کنه که مثلا امریکا به تعهد خودش عمل نکرده، امریکا میگه که خوب کردم که نکردم و نمیکنه، این چه میشه؟ تمام اون تحریم ها برمیگرده. شگفتی قضیه اینجاست، ایران شکایت کنه تحریم ها برمیگرده، اون طرف شکایت کنه باز تحریم ها برمیگرده. آخه این کی در دنیا دید؟